بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. یکی از موضوع دیگره که دین آزری ها مردم را به این مکن و نیرنگ و مثل روباه شکار میکنند مسئله فطرت است و مسئله حکم اطفال مشرکین در دنیا است، تا به این ترتیب عذر به جهل را ثابت کند بالای کسانی که به زعم آنها یا به گمان آنها برایشان رسول نرسیده است و اقام حجت نشده است و انکار کند علم و قدر الله متعال را به طریقه غیر واضح و بدون از اینکه شعور کنند. بنابراین خواستیم در مورد فطرت به شکل مفصل و واضح بیان کنیم تا نشود که کسانی که الله متعال قلبشان را شرح کرده است به توحید و راه حق شکار از این انجاس و زنادقه شود. معنی فطرت و حقیقت فطرت چی است؟ در حدیثی که بخاری و مسلم در صحیحشان از ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما من مولود الا یولد على الفطره فابوه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که هیچ مولود و هیچ نوزاده به دنیا نمیآید مگر که به فطرت و پدر و مادرش از کوره به یهودی سوق میده یا به نصرانی و یا به مجوسی، یعنی یا یهودش میکنند یا نصرانی میکنشن یا مجوسی. باز ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفت که فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. یعنی همی فطرت است یا همی خلق الله متعال است که الله انسانها را به این خلق کرده است. لا تبدیل لخلق الله، به خلق الله متعال تبدیل نیست. ذلك الدین القیم. از این آیات و از این حدیث قسم برداشته میشه که فطرت همون خلق است که الله متعال ما را از پشت و ذریه آدم یا از اولاده آدم ما را خلق کرد در ابتدای خلق ما. و همچنان در معنی لغوی فطرت همین معنا را میده که فطرت یعنی ابتدای هر چیزی که بر ابتدا خلق شود. و همچنان اثر از ابن عباس رضی الله تعالی عنه که دو تا از عربی یا بادیانشینا با پیش ابن عباس رضی الله تعالی عنه نزاع کردن در مورد چا و یکی از او عربی ها گفت که انا فطرتها، یعنی که مشروع کردم چا کردن اول دفعه. و همچنان قال الله تعالی قل الذي فطركم اول مره. پس فطرت در لغت به معنی خلق. و اما در تعریف اصطلاحی یا در تعریف شرعی فطرت اختلاف زیاد از بین سلف در بیان معنی شرعی فطرت، و سبب از اختلاف هم کفار قدری ها بودن، کسانی که منکرین قدر الله متعال هستند، که اونا حجت گرفتن به این حدیث که کل مولود یولد علی الفطره، گویی که به اسلام تولد میشه پس و مسلمین هستند، و همچنان به این که کفر و ایمان و معصیت به اراده الله متعال نیست، یعنی اراده الله متعال نیست که نشته کنه فلانا بنده ما به ایمان خلق کنه فلانا را به کفر یا فلانا بنده ما، یعنی بخی انکار میکردن علم الله متعال به این که الله متعال میدانه که فلانا بنده فلانا گناه را میکنه و به این حجت میگرفتن و گویایی که بنده راه خود انتخاب میکنه به طرف جنتی بودن و دوزخی بودن خدا، یا او انتخاب میکنه هدایت و گمراهی را، و الله متعال هیچ دخالت و هیچ کدام نوصلته نداره در این موضوع. العیاذ بالله. قال ابن عبد البر اختلف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلافا كثيرا. میگه علما در مسئله از این فطرتی که در حدیث نبی صلی الله علیه و سلم ذکر شدن اختلاف بسیار زیاد کرده هستند. و كذلك و همچنان میگه اختلافو في الاطفال و حکمه في الدنيا والآخره، همچنان اختلاف دارند در حکم اطفال در دنیا و آخرت. اگرچه که از اینجا که سلف کسانی که با ائمه سنت و اهل سنت و جماعت معروف مشهور هستند و بدعت از اونا ثابت نیست، در اینجا اختلاف ندارند که حکم اطفال مشرکین یا حکم اطفال کفار، کسانی که پدر و مادرشان کفار هستند، اونا کفر است. فقط اختلافی که صورت گرفته است در حکم اطفال از اونا در روز آخرت است، و دو هم اغلب اقوالی که به حساب از اختلاف صورت میگیره ببینیم کلش بعض دمی برمیگرده که علمش به نزد الله متعال است که اونا حکمشان به روز قیامت چی هست، و در این موضوعات علمیه ان شاء الله. و در تعریف فطرت علماء سلف عبارات های مختلف ذکر کرده هستند، و وقتی که ببینیم عباراتشان و تعریفشان که هر کس به یک حدیثی یا مثلا به حجتی که داره استدلال میکنن حدیث میارن، ولیکن باز هم ببینیم همشان به یک مسئله خلاص میشه و او حکم اطفال مشرکین است، که ای کسانی که
تولد میشه به زعم از این قدری ها یا به زعم از این قدری های جدید، آذری ها، قدری های نوین، همشون به این خلاص میشه که نه، کسانی که ولوی که به فطرت آمده هست، ولوی که کسانی که تفسیر کردن فطرت یعنی اسلام، باز هم حکم اطفال مشرکین حکم پدرانش است. کسان اصلا گفته هستند که فطرت یعنی امون میثاق و عهد اول است که الله متعال از ما گرفت وقتی که در حدیثی که از نبی صلی الله علیه و سلم میاد، وقتی که الله متعال آدم علیه السلام خلق کرد و باز با پشتش دست کشید و ذریه آدم به مثل زر همشان جمع کرد و شاهد گرفت اونا را بالای خود که بگوین آیا من رب شما نیستم؟ همشان گفتن بله. ولا شک که الله متعال در ذریه آدم علیه السلام کافر هم خلق کرده است و مسلمان هم خلق کرده است. پس مسلمان و کافر دوجه شهادت داده است. و حدیث دیگه از نبی صلی الله علیه و سلم است که الله متعال وقتی قبل از اینکه آدم علیه السلام خلق کنه یا مثلا خلق کنه آسمان و زمین را، قلم خلق کرد و او قلم گفت که بنویس و نوشته کرد هر چی که تا روز آخرت میشه. یعنی قبل از اینکه آدم علیه الله متعال خلق کنه نوشته کرده بود که آدم علیه السلام خلق میکنم و آدم علیه السلام در خطا همون درخت از اون درخت تناول میکنه و میخورد، از جنت میبراید و نوشته کرده بود که الله متعال ابلیس خلق میکنم و ابلیس آخر کفر میکنه. و همین رقم تمام ما تمام ما شما با او کتاب پیش الله متعال مخلوق خلق هستیم. رسیدگی نبی صلی الله علیه و آله آمده است که الله متعال جنت خلق کرد، با او خلق کرد، یعنی به جنت خلق کرد و دوزخ هم خلق کرد، با او به دوزخ هم خلق جهنم خلق کرد. و در حدیث دیگه نبی صلی الله علیه و آله آمده است که الله متعال وقتی که از ذریه آدم شهادت گرفت که ما رب شما نیستم، گفتن بله تو رب ما هستی یا رب، در اوجا الله متعال از نور خود بالای شر پاشان. به کسی که نور الله متعال رسید و ایران به اراده الله متعال است لا شک فی و هدایت شد و از مسلمین است، و با کسی که نور الله متعال نرسید او از ظالمین و کفار است و کفار به دنیا می و کفار به زندگی میکنه، کفار از دنیا میمونه کما فی حدیث که ان شاء الله دو بیان میکنه. و کسان دیگر گفتن که فطرت یعنی اسلام و هر کسی حجت گرفته است با ادله که به در حدیث یا مثلا در آیات که حجت میگیرن. و بعضها گفته هستند که همین فطرت شقا و سعادت است. بعض دیگرها گفته هستند که همین فطرت آماده بودن به قبول حق است، آماده بودن به قبول اسلام. این همه تعریفی که سلف کرده هستند در معنی شرعی فطرت دلیل به این است که حکم بالای اطفال مشرکین محبت به اسلام بودنش یا مثلا مسلمان بودنش. و برای معلومات بیشتر کسی میخواست میتونه کتاب شفاء العلیل ابن قیم و کتاب تمهید از عبدالبر را ببینند در مورد کسانی که تعریف مختلف کرده هستند در تعریف شرعی فطرت. بنابراین حکم اطفال مشرکین، کسانی که تا هنوز در سن تمیز نرسیده هستند و بالغ نشده هستند، حکم پدرانشان است. اگر یکی از پدرانش کافر و دیگرش مسلمان باشه حکم اون مسلمان میگیره، به طرف اسلامش میره. اگر دوش کافر باشه پس حکم همون کفر میگیره و اگر مسلمین باشه حکم مسلمان است. ولیکن بالغ کسی که جوان شده باشد و مکلف شده باشد به همون رای که انتخاب میکنه، به همون دینی که انتخاب میکنه، با همون بالش حکم میشه، ولوی که او به فطرت اسلام خلق شده است. و باید یکی از اولاد یهود گفته نمیتونه که او به فطرت اسلام مسلمان خلق شده است و باز یهودی رو انتخاب کرد، فعلا حال مرتد شده است. این گپ هیچ کس نزده است، نه از سلف نه از خلف. بنابراین این به این معنی نمیته که کسانی که از سلف فطرت به اسلام تعریف کردن گویایی که همه اطفال مشرکین مسلمین هستند. اگه تو قرار می بود پس از آدم علیه السلام یا از نوح علیه السلام تا امروز هر کسی که کافر شده است مرتد بوده است. همین رقم ما برای اولاد یهود امروز حکم اسلام بده کنان تا هنوز بالغ نشده هستند و بعد از اینکه بزرگ شدن دین پدر خود انتخاب کرد ما با اون مرتد بگوییم حکمش حکم مرتد است؟ کلا که چنین نیست. و همچنین اگر بمیرد نه در قبرستان مسلمین دفن میشه، نه بالایش نماز خوانده میشه، نه کفن برش داده میشه و نه مسلمین از او ارث میبرند. و در اجماع امت است که کس از اولاد مشرکین و یا از اولاد یهود و نصارا، حتی از اولاد اهل ذمه که در بین مسلمین هستند و جزیه میدهند، از اونا هم وقتی کس از بمیرد در قبرستان مسلمین دفن نمیشه و کفن بالایش نمیشه و نماز هم بالایش خوانده نمیشه و غسل هم داده نمیشه. ولیکن به پیش آذری ها چنین اشخاص اونا مسلمین هستند یا به اعتبار دیگه اونا برشان حجت نرسیده است، حجت قائم نشده است، برشان الله متعال ما را عذاب نمیکنه، پس حکمشان چی است؟ پیش از اونا حکمشان پیش از اونا اسلام است. با وجودی که شرک هم بیاره از نفهمی شرک آورده است و ان شاء الله که جنتی است، الله متعال به همین شرکش الیاذ بالله به او اجر میده. لا حول ولا قوه الا بالله، فالله المستعان.
پس هر کی که به اطفال مشرکین حکم اسلام را بتن با اساس فطرت که فطرت یعنی معنای اسلام میتی و معنای ملت میتی به ملت اسلام هستند، بدون شک که با اهل قدر موافقت کرده هستند و به دین قدر و برای قدر رفته هستند و از ملت اسلام خارج شده هستند. که قدری ها هم یهود و نصارا را که گویا یهود و نصارا یا پدر و مادرش او کسی است که گمراه میکند کسی را که الله متعال هدایت داده باشه، یعنی به زعم از اونا، با گمان از اونا کسی را که الله متعال با فطرت خلق کرده باشه اونا حکم اسلام برش میدهند. پدر و مادر از او است که کسی را که الله متعال مسلمان خلق کرده است، هدایت داده است، گمراه میکنند. ولا شک که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته است، الله متعال گفته است کسی را که الله متعال هدایت بده هیچ گمراه کننده به او نیست. و اگر اشکال خلق شود پیش کسانی که مثلا در تعریف شرعی معنای فطرت نزد سلف یعنی اقوال مختلف ذکر کرده هستند، هیچ یک از سلف اختلاف بین ندارد که فطرت نه به این معنی است که مثلا او اسلام است یا مو اسلام شرعی است که طبعا اسلام پیش اهل سنت ایمان است، قول است و عمل. والله متعال در قرآن خود گفته است که شما را از شکمای مادرتان خلق کرده و شما چیزی نمیدانید و هیچ عمل نکرده هستید، پس چطور است اسلام؟ و بعضها گفته است که با مو اسلام هست، با مو اسلام است، مثل که اول الله متعال رسول الله صلی الله علیه و وقتی که با رسالت فرستاده شد فقط لا اله الا الله محمد رسول الله و بعد از او فرایض آمد. بناهن کسی که امروز بگه لا اله الا الله و نماز نخوانه کافر است، اصلا به اسلام نیامده است و از دین برآمده است. همین رقم که ابن عباس رضی الله عنه در اثر که ما ذکر میکنیم بعداً که میگه که میثاق اول یا اسلام اول، او اسلام اول است که الله متعال از ما گرفته است. کسی که اسلام اول یا میثاق اول موافقت به اسلام دومیش کنه، یعنی اسلامی که بعد از این اسلام شرعی که او عمل کردن به اسلام است و ایمان آوردن به الله متعال و وفا کردن به او میثاقی که قبلا ما داده بودیم در از ذریه آدم از پشت آدم علیه السلام، او وقت باز با ما میشه حکم اسلام شد. در اینجا قول مفصل و قول فصل النظارة ابن بطة رحمه الله تعالى بسبب قول زي بيان میکنه در کتاب خود إبانة الكبرى. قال ابن بطة رحمه الله تعالى وما أكثر من عشيت بصيرته عن فهم هذا الحديث فتاه قلبه وتحير عقله فضل وأدل به خلقا كثيرا، وذلك أنه يتأول خبر على ما يحتمله عقله من ظاهره فيظن أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل مولود يولد على الفطرة أراد بذلك أن كل مولود يولد مسلما مؤمنا. ابن بطة رحمه الله تعالى میگه که چی بسا زیاد هست کسانی که الله متعال بصیرت از اونها را گرفته است یا کور شده هستند از فهم از این حدیث و قلبشان همین رقم پرواز کرده هست و متحیر هستند، عقلشان با حیرت افتیده هستند و خودم گمراه کردن و خلق کثیر همراه خود گمراه کرده هستند، به این که خبر تعویل کنه برای چیزی که عقل از او قبول میکنه. واضحی ها همیشه از عقل گپ میزنه، میگه چطور الله متعال کی عذاب کنه و او مثلا بر شقامی حجت نشده هست یا مثلا بر از او اسلام نرسیده هست یا در رفیقا هست عورت خدا نمیفهمه علیه بالله، به این حجت میکنه عقلی و اونا فراموش کردن قدر الله متعال که الله متعال بالایش قدر کرده هست. والله متعال در شکم مادرش امون نفر که شما باش عذر میتین در افریقا بر شکم مادرش نوشته کرده است شقی است یا سعید و نوشته کرده است کافر است یا مسلمان و نوشته کرده است که کافر میمیرد یا مسلمان، همه چیز پیش الله متعال معلوم است. یعنی اگر الله متعال قرار بود که رسول هم نفرستاده بازم الله متعال همگی مثل که به حدیث نبی صلی الله علیه و آله است که همه الله متعال جمع کنه عذاب کنه بازم الله متعال به او ظالم نیست الله متعال. پس اگر بر ما رسول نفرسته هر کسی که از آدم علیه السلام به امروز می آمد با مو چیزی که الله متعال اسلام خلق کرده در اسلام خود میماندند. ولکن از رحمت الله متعال است که الله متعال در قرآن خود میگه که از رحمت الله متعال برای شما رسول فرستاده از انفستان از نفسای خودتان به خاطر چی رسول فرستاده است تا ما را بترساند و بشارت بدهد با وعده ها و وعید الله متعال، تا ما را به یاد بیاره با او عهدی که ما با الله متعال در ذریه آدم وقتی که بودیم در پشت آدم علیه السلام بودیم به یاد ما بیاره و تا با او موافق بکنیم. و باز میگه که و فکر میکنه گمان میکنه که معنای قول نبی صلی الله علیه و آله که تمام هر نوزاد به فطرت میآید این به این معنی است که کل مولود یولد مسلما مؤمنا، هر مولودی که میآید مسلمان مؤمن است. وإنما أبواه يهودانه وينصرانه فمن قال ذلك أو توهمه فقد عادم على الله عز وجل وعلى رسوله فريا. و پدر مادرش از کورا باز یهودی و نصرانی میکنه الا خود طفل مسلم مؤمن است علیاذ بالله. میگه کسی که چیزا بگوید یا مثلا وهم کنه کمی رقم یک چیز است بزرگترین دروغ را به الله متعال و رسول صلی الله علیه و سلم بسته است. و باز میگه ورد القرآن و السنه و خالف ما علیه المؤمنین من الائمه، ورد قرآن و سنت هم رد کرده است و مخالفت تمام مؤمنین کرده است. و زعم ان اليهود والنصارى يضلون من هداه الله عز وجل من اولادهم ويشقون من اسعده، و فکر میکنه و گمان به داره که یهود و نصارا و کسان هستند که اونا گمراه میکنه کسی را که الله متعال هدایت داده است از اولادایشان
و اونا است که شقی میکنن کسر که الله متعال سعید نشته کرده هست. چرا اونا به این ایمان هستن که مسلمان و مؤمن آمده است سعید است. پس یهود و نصارا است که شقی جور میکنن. و باز میگه که ویجعلون من اهل النار من خلق الله للجنه. و گویا ای که امو پدر مادر یهودی و نصرانیش کسان هستند که او اولاد خود از اهل جهنم میسازند با وجودی که الله متعال از اهل جنت خلق کرده است. گویا که الیاذ بالله مادر پدر یا خلق الله متعال انسان توانایی و قدرت بیشتر از قدرت الله متعال به این داره که یک نفر الله متعال به جنت خلق کرده ولکن اونا اهل جهنمیش کنند الیاذ بالله. و این که به هیچ کی نگفته از غیر اهل قدر. و باز ادامه میگه که ويزعم ان مشيئه اليهود والنصارى والمجوس في اولادهم كانت اغلب. و ایتو گمان میکنن که گویا ای که مشیت یا خواست یهود و نصارا و مجوس در اولادشان اغلبتر و قوتر از اراده الله متعال بوده است و ارادتهم اظهر و اقدر من مشیت الله و ارادهشان ظاهرتر و قدرتتر از مشیت الله متعال بوده و اراده الله متعال بوده است. حتى كان ما أرده اليهود والنصارى والمجوس ولم يكن ما أراده الله تعالى عما تقوله القدرية المفترية على الله علوا كبيرا. تایی که اراده یهود و نصارا بالاتر یا اولاتر از اراده الله متعال است. یعنی الله متعال دیگه چیز خواست ولکن یهود و نصارا و مجوس دیگه چیز خواست. همون چیزی شد که یهود و نصارا خواست الیاذ بالله. و الله علا و بزرگ است از افترایی که قدری ها و وازری ها با الله متعال میبندند. باز میگه فاما هذا الحديث فإن بيان وجهه في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعند العلماء والعقلاء بيان لا يختل على من وهب الله له فهمه وفتح أبصار قلبه وذلك قول الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. که الله متعال میگه وقتی که ما از بنی آدم یعنی از اولاد آدم از پشت آدم علیه السلام ذریه‌اش گرفت و شاهد گرفت اونا را بالای خودشان که شما بگوین شهادت به تک مرا به شما نیستم گفتن بله. باز میگه که ثم جاء الحديث بتفسير ذلك ان الله عز وجل اخذهم من صلب آدم كهيئة الذر فاخذ عليهم العهد والميثاق بانه ربهم فاقروا له بذلك اجمعون ثم ردهم في صلب آدم ثم قال عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. باز میگه که احادیث آمد به این که تفسیر میکنه امی فطرت و امی حدیث و امی آیت که الله متعال ذریه آدم که از پشت آدم ذریه‌اش گرفت اولادی آدم علیه السلام گرفت و از اونا عهد گرفت و میثاق گرفت به این که اقرار کنن اونا بالای نفسای خودشان از اونا اقرار بگیرن به این که مرا به شما نیستم. و بعد از این وقتی که اقرار گرفت از اونا پس دوباره به پشت آدم علیه السلام ماندشان و باز الله متعال گفت که فطرت الله التي فطر الناس عليها امی خلقت است خلقتی که الله متعال خلق کرده است انسانها را به همی لا تبدیل لخلق الله به هیچ تبدیل نیست. و باز ابن بطال رحمه الله تعالی میگه فكانت البدايه التي ابتدأ الله عز وجل خلق بها ودعاهم اليها. میگه امی فطرت امون بدایت است یا ابتدای است یا شروع خلق است که الله متعال خلق و او شروع کرد و اونا را دعوت داد دعا کرد به این که مرا به شما نیستن گفتن بله. وذلك أن بداية خلقهم إقرار له بأنه ربهم وهي الفترة. پس همی بداية خلق همی شروع خلق چی بود؟ شروع خلق از اینو به این بود که اونا اقرار کنند که الله متعال ربشان است و همی فترت است همی معنای فترت است. والفترة ها هنا ابتداء الخلق ولم يعني الفترة الإسلام. فترة دایجا معنای مو ابتداء خلق یا شروع خلق است و معنای فترت اسلام نیست و شرائعه و سننه و فرائضه نه به حساب معنای شرعی و قوانین اسلام باشه معنی سنت‌های اسلام باشه معنی فرایض اسلام. الا تراه یقول لا تبدیل لخلق الله. نه ببینی که میگه الله متعال میگه به خلق الله متعال تبدیل نیست. و باز میگه که و مما يزيدك في بيان ذلك ووضوحه قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض. که میگه و واضح‌تر بر بیان میکنه که الله متعال حمد از بر الله متعال که خلق کرده آسمان ها و زمینه. ای با این معنی میته که اسلام آسمان ها و زمین به اسلام الله متعال خلقشان کرده است. باز میگه فقوله صلی الله علیه و سلم كل مولود یولد على الفطره یعنی هر مولودی که نوزاده که به فطرت تولد میشه این معنی را میته که على تلك البدايه التي ابتدأ الله عز وجل خلقه بها به همو ابتدای و به همو شروعی که الله متعال همو عهد میثاقی که از ما گرفته هست میگه ده همو الله متعال خلقش شروع کرد. این معنی را میته فطرت یعنی این معنیش است. وأخذ مواثيقهم عليها من الإقرار له بالربوبية وميثاق زنا جرف بيك إقرار كنن بيك الله متعال رب شانس ثم يعرب عنه لسانه بما يلقنه أبواه من شرائع والأديان. وبعد ذي تغيير ما يخرج لسانش يعني مثلا تغيير ما يخرج دينش بهر شكورة تلقين ما يكونه بدرانش از أديان وشرائع ديگر غير دين الإسلام فيعرب بها وينسب إليها وبهمو دور ما يخرج و به همون منتسب میشه به مدینه که از پدر و مادر شده.
ثم هو من بعد إعراب لسانه واعتقاده لدين آبائه راجع إلى علم الله عز وجل فيه. و بعد از اینکه با وجود که او دور میخوره به دین پدرانش و اعتقاد دین پدرانش، بازم علم ازی برمیگرده به علم الله متعال که الله متعال میدانه. و باز میگه که و ما سبق له فی الكتاب عنده انه كان مما سبقه له الرحمه لم تضره ابواته. و کسی که الله متعال او را از اهل سعادت نوشته کرده است، ولو که به این فطرت اسلام بیاید، از اهل سعادت نوشته کرده باشد و رحمت الله متعال به سبقت گرفته باشه بالایش، پس این ضرر نمیرسانه کفر و یا دین مادر پدرش. ولا ما دعاه الیه وعلمه ابواه من دین اليهودیه و النصرانیه و المجوسیه. و نه ضرر میرسانه هر چی که پدر و مادر یهودی و نصرانی به او دعوت میکنه. و مثال واضح بر ما هست از اولاد مشرکین قریش که نبی صلی الله علیه و سلم گفت خیارکم کان اولاد المشرکین، بهترین شما از اولاد مشرکین بود. پس الله متعال اونا را نوشته کرده بود که اونا کی هستند؟ از اسلام هستند، اهل اسلام و مسلمان خلقشان کرده بود، اهل سعادت خلقشان کرده بود. و با وجودی که به دنیا آمدن و انتصاب به قوم مشرکین یا به قومشان میبودنشان میشدن، بعد از او اسلام قبول کردن و به اسلام آمدن، یعنی ای ضرر نرسان پدر و مادر مشرکشان بر از اونا. ولکن کسی که الله متعال مثل ابو جهل کافر خلق کرده بود، اسلام برش آمد، اسلام قبول نکرد، با وجودی که به دین پدرش منتسب بود، از دین پدرش ماند و دین پدرش مرد، هلاک شد. اما برمیگرده موضوع انبیا. کسانی که از انبیا هستند، از انبیا علیه السلام مسلمان خلق شدن از اول روزشان. یعنی کسی که بایی باشه که انبیا مدین پدرانشان بود و کفر است و کفر با خارج ملت الاسلام. نه ابراهیم علیه السلام از پدر کافر خود به دین آمد و نه منتسب به میشر از اول. و این به ما یقینی است که الله متعال به ما گفته است که اینا به اسلام آمده هستند، ولکن کسان دیگر ما نمیفهمیم. از اولاد یهود و یا نصارا کسان هستند که الله متعال از اهل سعادت نوشته کردهشان است، ولکن ما نمیفهمیم. از انبیا بر ما واضح معلوم است، از هر نبی همین رقم از اولاد مؤمنین ما بر شکل اسلام میتیم، ولکن نمیفهم کسان از اولاد مؤمنین مثل ابن نوح علیه السلام مشرک بود، ولکن تا زمان طفل بود با پدرش، بعد از او که دین خدا دین غیر دین پدرش گرفت کافر مشرک مرد. الله متعال گفت انه ليس من اهلك یا اهل التنیس یا نوح علیه السلام. و همچنان در مورد فترات اسحاق بن راویه رحمه الله تعالی میگه که فلو ترك النبي صلی الله علیه و سلم الناس ولم يبين له حكم اطفال لم يعرفوا المؤمنین منهم من الكافرین. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک میکرد مردم و بیان نمیکرد حکم اطفال چی است، لم يعرف المؤمنين منهم من الكافرين، کسی نمیفهمید که کی یک مؤمن است از اینا و کی کافر است. لانهم لا يدرون ما جبل كل واحد منهم عليه حين اخرج من ظهر آدم. بخاطر که هیچ کدام ما نمیفهمیم که چیز الله متعال به اون اشته کرده از وقتی که خارج ساختشان از پشت آدم علیه السلام. باز میگه که فبین لهم نبی صلی الله علیه و سلم، باز بیان کرد و واضح ساخت رسول الله به صحابه خود که حکم الطفل فی الدنیا، حکم الطفل یک طفل که حساب می باشه چرا مکلف نه، زو خاطر موضوع ایجاب صار جدی هست. حکم الطفل در دنیا بیان که فقال فابواه یهودانه او ینصرانه و یمجسانه، که پدر و مادرش از یهودی و نصرانی و مجوسی میکنن. یقول انتم لا تعرفون ما تبع عليه في الفتره الاولى. ای که رسول الله گفت که شما نمیفهمید که چیزی به او حافظ داده شده است با فترت اول یا میثاق اول. ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم ابويه. اصحاب راهی میگه حکم الطفل در دنیا حکم پدر و مادرش است. فعرفوا ذلك بالابوين، پس فهمیدن طفل همی اطفال حکم همی اطفال به طریق پدرانشان. فمن كان صغيرا بين ابوين الكافرين الحق بحكمهما، کسی که طفل باشه خرد باشه در بین دو پدر و مادر کافر، الحق بحكمها به حکم زمونا ملحق میشه. ومن كان صغيرا بين ابوين المسلمين الحق بحكمها، و کسی که همی رقم طفل باشه در بین پدر و مادر مسلمی حکم پدر و مادر خدا میگیره. و اما ایمان ذلك و کفره، ولكن ایمان از طفل و یا کفر از طفل چی در بین کفار باشه، چی در بین پدر و مادر مسلمین باشه، مما یسیر الیه تا با ایمان یا با کفر میشه، یعنی کافر میشه مسلمان میباشه، فعلم ذلك الى الله، علم ازی پیش الله متعال است. و بعلم ذلك فضل خضر موسى اذا اطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصه بذلك العلم. بس علم ازی میگه پیش الله متعال است که این طفل که بین مسلمین آمده هست، پدر و مادر مسلمین است، این کافر میمونه یا مسلمان میمونه به علم الله متعال است، ولکن حکمش بر ما رسول بیان کرد که حکم پدر و مادرش است. و همچنان همین رقم طفل کافر حکم رسول الله بیان کرد که طفل یهود و نصارا حکمش کفر است، و یکی او مسلمان میشه یا کافر میشه الله متعال میداند. و اگر به مو کفرش بمیره هم دیگه ما حدیث ما بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه و آله پرسان کردن که کسی با طفل بمیره چی میشه، رسول الله صلی الله علیه و گفت که الله اعلم بما كانوا عاملین، الله متعال میدونه که اونا چی عمل میکردن. و میگه اسحاق بن راویه رحمه الله تعالی میگه که همین علم بود که الله متعال خضر بالای موسی علیه السلام چی کرد، فضیلت داد
که بیان کرد علم از حکم از غلامی که خضر علیه السلام قتلش کرد. ولا شک که او غلام از کی بود؟ پدر و مادر مؤمنین بود، باید مسلمان باشه. بغض النظر از اینکه بعضها گفتن که غلام بالغ بوده است یا فلان بوده است به خاطر ساختن حجت خود به این که اطفال مشرکین مسلمان باشه، هیچ کس از سلف نگفته غلام مسلمان است، بزرگ بوده باشه جوان بوده باشه. همگی به این اتفاق داره که غلام طفل بوده است و واضح آیات قرآن هم به این دلالت میکند. و با وجود که طفل بوده است پدر و مادر مؤمنین بوده است، پس حکم مسلمان است. پس چطور خضر علیه السلام قتلش کرد؟ به خاطر که الله متعال او را بر ما همین رقم براتون نگفتم که انبیاء علیه السلام با ما الله متعال واضح بیان ساخته است که از مؤمن خلق شده است و حکم اسلام در نشان داده بوده، خاص شده است. امیر الله متعال طفل خاص علمش با وجود که الله متعال میفهمید به خضر علیه السلام داد که این کافر خلق شده است و اگر همی تو میرزنده بونم طغیان و کفر بیشتر میکنه و قبولم نمیکنه اسلام. حالا کسی گفته میتونه که او طفلی که خضر علیه السلام قتلش کرد به جنت است مثلا، یا روز قیامت الله متعال از امتحان میگیره با وجودی که الله متعال شهادت میده که کافر است، ای کلام میشه کفر میکنه. این قول هیچ کس نمیگه مگم آذری ها و اصحاب قدری ها و دین آذری های زنادقه. و یکی از دست بزرگ اسلام از به که حکم اطفال مشرکین و تکفیر اطفال مشرکین و انتصاب کردن و منسوب کردن هر طفل با پدر و مادرش، اگه مسلمان باشه حکم پدر و مادر خود میگیره، اگه کافر باشه حکم پدر و مادر خود میگیره. و هر کی که خلاف از این بگه یا اطفال مشرکین تکفیر نکنه یا با اونا عذر بده، اونا کافرش بگه نه مسلمان بگه یا مسلمان بگه، اونا خلاف قرآن و سنت کرده است و با الله و رسول صلی الله علیه و سلم دروغ بسته کرده هستند و خارج از ملت اسلام هستند و کافر و زندیق هستند. و در مورد از زنادقه و اهل قدر و اهل عذری ها، کسانی که اهل فطرت را کسانی که در اهل فطرت از مسلمین میداند از اطفال مشرکین یا از کسانی که قبل از نبوت نبی صلی الله علیه و سلم آمده از اهل فطرت مرده هستند و فکر میکنند گویی که به فطرت رفته است. یعنی اگه ما تو بگوییم خیر پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم به فطرت رفته است، هیچ کسی گپ نزده است، نه از خلف نه از سلف، همگی به این شهادت میده که پدر رسول الله در جهنم است. تا به او حجت قائم نشه آی به فطرت رفته است. کلا. ابن قیم در کتاب شفاء العلیل میگه که ولما صار قدری يحتجون بهذا الحديث على قولهم، میگه وقتی قدری ها در این حدیث حجت گرفتن دلیل گرفتن، میگه صار الناس يتأولون على تاويلات يخرجونه بها عن مقتضاه. مردم تاویل میکردن این حدیث با تاویلاتی که از چیزی که تقاضا میکرد حدیث باشه، چیزی که اصل حدیث است بیرونش میکردن. فقال القدرية كل مولود يولد على الإسلام والله سبحانه لا يضل أحد وإنما أبواه يضلانه. قدرية میگفتن که هر مولود تولد میشه به اسلام، الله متعال کس را گمراه نمیکنه. الله متعال در قرآن میگه که الله متعال گمراه بخواد گمراه میکنه و هدایت بخواد هدایت میکنه. میگه که الله متعال کس را گمراه نمیکنه و انما ابواه یضلان، پدر مادرش از کوره گمراه میکنه. باز میگه قال لهم اهل السنه انتم لا تقولون باول الحديث ولا باخره. اهل السنه برشان گفتن که شما نه با اول حدیث میگین نه با آخر حدیث میگین. میگه اما اوله ولكن اول حدیث شما نمیگین فانه لم يولد احد عندكم على الاسلام اصلا. اول حدیث نمیگین بخاطر از این، بخاطر هیچ کس با اسلام با پیش شما خلق نشده است. يعني اصلا كسر الاسلام مسلمان خلق کرده است. ولا جعل الله احد مسلم ولا كافر عندكم، نه كسر الله متعال مسلمان خلق کرده است و نه کافر خلق کرده است. بل هذا احدث لنفسه كفر و هذا احدث لنفسه اسلام. شما تو میگین که ای به نفس خود حدث چیزی که نو آورده، یعنی چیزی که کسی خودش اختراع کرده است. الله متعال اصلا دخالت نکرده است و تسلط نداره با کفر و اسلام بنده خود. میگه کی با خود نفس خود کفر آورده است و به نفس خود اسلام آورده است. والله لم يخلق واحد منهما، هیچ الله متعال خلق نکرده است، نه کفر به خلق کرده است نه اسلام و ایمان به خود از اینا هر کدامش را انتخاب کرد بدون اراده الله متعال. و تا آخرش که میگه و ایضا فی قوله نبی الله علیه و سلم الله اعلم بما كانوا عاملین، که الله میدونه هر آن چیزی که اینا عمل میکردن. تمام کسانی که مثلا هلاک شدن رفتن، الله متعال میفهمه به چی عمل میکنن. الله متعال میدونه که امروز ما شما یا هر یکی دیگه به چی عمل میکنیم و به چی چیز عمل ما ختم میشه. الله متعال ما را با نشار به اسلام ختم بکنه، ما را جمله مسلمین قرار بده. هر یکی الله متعال میفهمه. کسی که انکار از این کنه، انکار علم الله متعال کرده و قدر الله متعال کرده، کافر مطلق است، خارج الملت الاسلام ولا کرامه ولا نعمت العین. میگه که قوله نبی صلی الله علیه و سلم که الله متعال میدونه به هر چیزی که عمل میکردن دلیل علی ان الله یعلم ما یصیرون الیه بعد ولادتهم الفطره. و این دلیل هست که الله متعال میداند که اونا بعد از اینکه در فطرت که الله متعال میداند که بعد از ولادتشان دمی فطرت با چی چیز اونا میرن، آیا کافر میمونن یا مسلمان، هل یبقون علیها فیکونون مؤمنین او یغیرونها فیکونون کفارا، آیا به این میمونن که مؤمن باشن یا مثلا تغییر میته کافر میشن. پس تغییر دادن کافر شدن نشیرم به علم الله متعال میمونه. ولیکن بر ما رسول بیان کرد که تا زمانی که او طفل بالغ نشه و خودش اختیار خود نکنه حکم پدر و مادرش است.
و در هیچ کس اختلاف نداره. و قبلا بیان کردیم که طفل یهودی، مجوسی، نصرانی، رافضی، هر یکی از اهل بدعت و ضلال بمیرد، هلاک شود، نه در قبرستان مسلمین دفن میشه و نه بالش نماز خوانده میشه، نه غسل داده میشه، نه کفن پوشانده میشه و نه از اهل ذمه. اگر قرار باشه اونا مؤمنین باشه، پس اونا استرقاق یا بسبیه گرفته نمیشه یا به بردهداری، ولیکن ذریه کفار، اولاده کفار بسبیه گرفته میشه. اگر امروی پدر و مادرش باشه همون حکم کفر است، و اگر تنها گرفته شه پدر و مادرش باشه نباشه، حکم مربیش است، کسی که رو تربیت میکنه، کسی که مولایش است، کسی که به زیر ملکش آمده هست، با حکم از اون میشه. یعنی فرض کنین اولاد یهود و نصارا را مسلمین با برداری گرفتن، با استرقاق گرفتن، بهش مسلمین ماندن، هنوز بالغ نشده هستن و پدر و مادرش هم روش نیست، حکم گوش تغییر میخوره. و باز ابن القیم ادامه میده، میگه که فالذی استدلتم به من الحديث على قولكم الباطل، میگه بس که شما استدلال کردین به این حدیث در قول باطلتان، و هو قوله فابواه یهودانه و ینصرانه لا حجة لكم فيها، هیچ حجت برای شما نیست در این مورد، بل هو حجة علیکم، بس این دلیل از بالای شما نه برای شما. فغیر الله لا يقدر على جعل الهدى او الضلال في قلب احد، غیر از الله متعال هیچ کی نمیتونه که هدایت یا گمراهی را به قلب کسی بانه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نتونست، وقتی که الله متعال به رسول صلی الله علیه و سلم میگه که انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، که تو هدایت داده نمیتونی کسی را که دوست داشته باشی، ولیکن الله متعال هدایت میده. باز میگه که بل مراد بالحديث دعوه الابوين الى ذلك، مراد حدیث به است که پدر و مادر دعوت میکنه طفل خدا به مدین که هست و تربیتهما له على ذلك، و تربیه از دادن الطفل به مدین که هستن، مما يفعله المعلم والمربي، مثل که یک معلم مربی با شاگردان خود میکنن. و خاص الابوین بالذکر بناء على الغالب اذا لكل طفل ابوین، چرا مثلا خاص کرد ابوین یا پدر و مادر به این چیز؟ به خاطر که غالب اغلبیت تمام اطفال تقریبا مادر پدر داره. و بعد در کتاب خود شفا لیل در جای دیگر میگه که مما ينبغي ان يعلم انه اذا قيل ولد على الفطره او الاسلام او على هذه المله او خلق حنيفا فليس المراد به انه حين خرج من بطن امه يعلم هذا الدين ويريده، فان الله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اگر که چیزی که مناسب است و واجب است که باید بدانیم او است که ولوی که اگر در فطرت تولد شود و فطرت اسلام باشه یا به این ملت باشه یا حنفی خلق شده باشه، مراد به این نیست که وقتی که از شکم مادرش آمد تمام چیزا میفهمه و این دین میفهمه و به این دین هست، به دین اسلام. الله متعال شما را از شکمان مادرتان خارج ساخته است و هیچ چیز شما نمیدانسته. همچنان ابن عباس رضی الله تعالی عنه وقتی که با نجده از خوارج سوالاتی که ازشان کردن جواب داده که سوالات این بوده که از قتل اطفال پرسانشان کردن، ابن عباس رضی الله عنه گفت چرا نبی صلی الله علیه و سلم منع کرده است از قتل اولاد و اطفال مشرکین در جنگ؟ یعنی اگر حمله کرده تمیز شد قتلش نمیکنه، ولی که تمیز نشد با قتل میکنه. و این مسائل فقهی دیگر هست که موضوع حلقه درس ما دیگه نیست. در اینجا ابن عباس رضی الله عنه وقتی که جواب داد با خوارج، با کسان از اهل نجده که از قتل اطفال کفار سوال کردن، گفت است که این علمت فیهم ما علمه الخضر من الغلام فاقتلهم. ابن عباس رضی الله عنه باشن گفت اگر شما فهمیدین از اطفال الکفار که این کافر است، همین رقم که خضر علیه السلام فهمید که فلان کافر است، قتلش کنید، کافر است خلاص. و چیزی که در این مورد برای ما زیادتر وضاحت میده در مسئله فطرت، نبی صلی الله علیه و سلم در حدیثی که از سعید خدری رضی الله عنه میگه که خطبنا نبی صلی الله علیه و سلم عشیه فذکر شیئا مما یکون، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه داد یک شب و چیزایی را ما ذکر کرد که شدنی هست. فقال میگه گفت یولد الناس على طبقات شتى، مردما تولد میشه به طبقات مختلفه. یولد الرجل مؤمنا و یعيش مؤمنا و یموت مؤمنا، کسی است که تولد میشه مؤمن تولد میشه، الله متعال یعنی صحیح نوشتهش کرده است و مؤمن زندگی میکنه و مؤمن میمیره، الله متعال همین رقم برش نوشته کرده است. و یولد الرجل کافرا و یعيش کافرا و یموت کافرا، و کسان است که تولد میشه کافر. حالا اگه بگه وی کافر به فطرت تولد نمیشه، بله به فطرت آمده است، ولی رسول الله گفته است کافر همین رقم که طفلی که خود علیه السلام قتلش کرده بود الله متعال کافر نوشته کرده بود، همین رقم با هزارها بل به صدها هزار بل به میلیون ها کسان است از بندگان الله متعال که الله متعال اونها را کافر خلق کرده است و کافر به دنیا میاد. میگه که و یولد الرجل مؤمنا و یعيش مؤمنا و یموت کافرا، ولیکن کسی است که مؤمن به دنیا میاد، یعنی پدر و مادر مسلم مؤمن به دنیا میاد و یعيش مؤمنا، مؤمن زندگی میکنه، ولیکن قدرش برش پیشی میگیره چیزی که الله برش شکل و یموت کافرا، کافر میمیره. و همچنین یولد الرجل کافرا، بین پدر و مادر کافر، بسیار از صحابه در بین پدر و مادر کافر به دنیا آمدن، و یعيش کافرا و یموت مؤمنا،
کافر زندگی میکند ولکن مؤمن از دنیا میرد. قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله گفت خلق الله فرعون في بطن امه کافرا. الله متعال فرعون در شکم مادرش کافر خلق کرده بود. یعنی این کفر و چیزی که الله متعال در ام الکتاب قسم که ذکر کردیم قبل از اینکه الله متعال آسمان و زمین خلق کنه نشته کرده تغییر نمیخوره. و این فطرت که اقام مبارک شرح میته تمام مسئله چرخ میخوره برای مسئله قدر. مردم انکار قدر کرده هستند، قدر الله متعال کرده هستند. رسول الله گفته الله متعال فرعون خلق کرده در بطن مادرش کافر و خلق یحیی بن زکریا فی بطن امه مؤمنا و خلق کرده است یحیی علیه السلام بن زکریا در شکم مادرش مؤمن خلق کرده بودش. همین رقم نبی صلی الله علیه و در شکم مادرش مؤمن خلق کرده. همین رقم ابراهیم علیه السلام در شکم مادرش مؤمن خلق کرده بود. و قول نبی صلی الله علیه و که بنده مؤمن به دنیا میاد یا بنده کافر به دنیا میاد. این حدیث دیگر ابن مسعود شرح و تفسیر میکنه که او حدیث صادق و مصدوق است که رسول الله صلی الله علیه و گفت که ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه که خلق یکی شما در شکم مادر جمع میشه خلقتش 40 روز. اول نطفه می باشه ثم یکون علقه و علقه می باشه ثم یکون مضغه ثم یرسل الیه ملک باز ملک برو فرستاده میشه فینفخ فیه الروح ملک برش فرستاده میشه به روح دمیده میشه و یؤمر باربع کلمات برازو ملک امر میشه که برازی طفل برش نشته کو با 4 چیز بکتب رزقه نشته کردن رزقش و اجله و عمرش و عمله و عملك انجام میده که کدام اعمال انجام میده عمل اهل جنت و اعمال اهل جهنم و شقی ام سعید. ولا شک که اعمال ما الله متعال بر ما خلق کرده هست و ما با همو منول روان هستیم که رسول الله صلی الله علیه و گفته هست که اعمال اهل جنت برای اهل جنت میسر است الله متعال برشان توفیق میده عمل میکنه و اعمال اهل جهنم با اعمال اهل جهنم. و موضوع حکم اطفال مشرکین در دنیا قال ابن عبد البر در کتاب تمهید خود میگه که وقوله عز وجل لنوح نبی علیه السلام انه لا یؤمن من قومك الا من قد آمن. الله متعال در نوح علیه السلام گفت که بغیر از این کسانی که ایمان دیگه هرگز هیچ یک ایمان نمیارن. الله متعال به علم غیب خود میدونه که هیچ کس دیگه ایمان نمیاره از کسانی که از قوم تو مگر کسانی که ایمان آورده است. یعنی هیچ کس دیگه جدید ایمان نمیاره بر تو. فلما قیل لنوح ذلك وعلم انه لا يؤمنون وانهم على كفرهم يموتون دعا عليهم بهلاك جميعه فقال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. وقتی که میگه فهمید به این که دیگه هیچ کس ایمان نمیاره و اونا دمی کفرش از بین میرن و میمیرن بخاطر الله متعال گفت که لن یؤمن هرگز دیگه ایمان نمیاره کسی. یعنی با کفر خود میمیره دیگه کسی ایمان نمیاره خلاص بسته شد دروازه ایمان برشه. دعا کرد نوح علیه السلام که یا الله در روی زمین هیچ دار از کفار نمان و جزی که اونا بندگانتان گمراه میکنن و جز کافر و فاجر به دنیا نمیارن. یعنی اگر قرار بود که اونا زنده مانن و جز کافر و فاجر به دنیا نمیوردن قسمی که نوح علیه السلام گفت چرا الله متعال گفت دیگه هرگز از قوم کسی ایمان نمیاره. همین بود که همه هلاک کرد الله متعال. فاخبر انهم لكفرهم لا يلدون الا كافرا وقال صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم. پس می خبر کرد که اونا به همین کفر که هستن جز کافر کسی دیگر تولد نمیکنن چون اونا الله متعال دیگه ایمان نمیاره. وقال صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم و رسول الله برمو بیانم کرد که همینا از پدرانشان است. یعنی ابن عبد البر دلیل میارد آیات قرآن به این که اولاد مشرکین همراه پدرانشان است و رسول الله هم به ما گفته است که هم من آبائهم از پدرانشان است. و همچنین در دیگه در کتاب خود ابن عبد البر در کتاب تاریخ خود میگه که ذکر المروزی غیره میگه که مروزی و غیر از اهل علم ذکر کردن به این که ان اهل العلم باجمعهم قد اتفقوا على ان حكم الاطفال في الدنيا حكم آبائهم ما لم يبلغوا فاذا بلغوا فحكمهم حكم انفسهم. مروزی در اینجا قول اجماع ذکر میکنه که اهل علم تمامشان متفق به این هستند که حکم اطفال در دنیا حکم پدرانشان است تا زمانی که اونا بالغ نشوند حکم پدرانشان است. فاذا بلغوا فحكم حكم انفسهم وقتی که بالغ شدن تمیز کرده تانستن حکمشان حکم خودشان است یعنی همون دینی که انتخاب کرده هستند. قال ابو عمر یعنی ابن عبد البر در کتاب تمهید خود میگه که اما اطفال المسلمین فحكم حکم آبائهم ابدا. میگه که اطفال مسلمین حکم پدرانشان است ابدا همیشه که ما لم یبلغوا تا زمانی که بالغ نشود. لانهم لا يلحقهم سباء من قبل المسلم بخاطر چی که اطفال مسلمین سبی گرفتن نمیتونن یعنی استرقاق یا مثلا ببرداری فيغير حكمه عند المسلمين فهم كآبائهم ابدا في المواريث والنكاح والصلاة عليهم والدفن في مقابرهم وسائر احکام. پس اونا میگن که حکمشان در پیش مسلمین حکم پدرانشان است همیشه در مواریث در میراث در نکاح در نماز خواندن بالایشان و در دفنشان و در تمام سایر احکام. و كذلك اطفال اهل الذمه و همچنین میگه اطفال اهل الذمه كآبائهم مثل پدرانشان است في جميع احکامهم در تمام احکامشان حتى يبلغوا
لا خلاف بین العلماء فی ذلك ایضا، تا زمانی که بالغ شوند. در هیچ خلاف نیست بین علما. ابن قیم در کتاب شفاء العلیل میگه که ائمه السنه مقصودهم ان خلق صائرون الى ما سبق في علم الله فيه من ایمان و کفر. میگه ائمه سنه مقصودشان دری است که تمام خلق، ولا شک فی که صحیح است که تمام خلق به همون چیز روان هستند، به آن چیزی که در علم الله متعال سبقت گرفته است، یعنی الله متعال از قبل میدانسته از ایمان و کفر. كما في حديث الآخر أن الغلام الذي قتله خضر تبع يوم تبع كافرا. مثل که در حدیث دیگه است که الله متعال توبه زده شد سرش، روزی که توبه زده میشد کافر توبه شده شد، یعنی کافر به دنیا آمد، کافر آمد. و تبع الكتاب ای کتب کافرا، و همچنین وقتی که کتابش نوشته میشد کافر نوشته شد. وليس إذا كان الله كتبه كافر يقتضي أن حين الولادة كافر، بل يقتضي أنه لا بد أن يكفر. و ما این معنی نیست که مثلا کسی که الله متعال کافر نوشته کرده باشه مقتضایش این است که وقتی که ولادت میشه به عینش کافر بوده باشه. بل یقتضی انه لا بد یکفر، ولكن مقتضای است که حتمی باید کافر شود، چون الله متعال کافر نوشته کرده است. و همین رقم اطفال المشرکین و کفار یهود و نصارا حتمی نیست که در باطن کافر باشه. حکم ظاهرش ما به دنیا میگیم کافر است، حکم ظاهرا ما برش میگیم حکم باطنش کافر است، بلکه باشه اطفال کفار مسلمان خلق شده باشن ظاهرا میگه که حکم پدرانش است، و این شرط نیست و حتمی نیست که در باطن هم کافر باشه. مثل که ما با منافقین میگیم ظاهرا منافق میبینه باشه حکم اسلام میده، ولی در باطن کافر است. و همچنین در موضع خضر علیه السلام اسحاق الراهی میگه و کان ظاهر ما قال موسی، ظاهر که موسی علیه السلام گفت اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، یعنی یک نفس پاک را قتل کردی. فعلم الله الخضر ما كان الغلام عليه في الفترة التي فطر عليها. میگه الله متعال خضر علیه السلام علم داده بود و فهماندش علم زیرا داد که او غلام در مو فطرت است که خلقش کرده بود. و سو فطرت چی است؟ و انه لا تبدیل خلق الله فامر بقتله، که هیچ تبدیل نیست به خلق الله متعال، امر کرد به قتلش، یعنی الله متعال چی کرده بود؟ کافر خلق کرده بود. و در آثار که السلف ذکر شده در مورد حکم اطفال مشرکین، از جمله از قول احمد بن حنبل رحمه الله تعالی که میگه عصام بن عسمة قال حدثنا حنبل قال ابو عبد الله ان اسلم ابواه ثم مات وهو صغير صلى عليه. میگه اگر پدر مادرش مسلمان شود و طفلش بمیره و طفل باشه خرد باشه، یعنی پدر مادرش مسلمان شد طفلش هنوز طفل خرد است، صلى عليه با طفلش نماز خوانده میشه و دفن فی مقابر المسلمین. مجرد از اینکه پدر مادر کافرش مسلمان شد حکم طفل مستقیما به طرف مادر پدرش مسلمان میشه. و این مات و هما مشرکان کان تبع لهما، اگر بمیرد و پدر مادرش مشرک باشه مثل پدر مادر پدرش است. و همچنین در مسئله کور و کر از احمد بن حنبل پرسان کرده هستند که از احمد بن محمد بن حازم ان اسحاق بن منصور حدثهم قال فقلت لاحمد رجل وقع من بطن امه اعمى واسم وابكم. میگه یک نفر، یک مرد یا مثلا یک طفل از شکم مادرش آمد کور و کر گنگ، فعاش حتى صار رجلا، پس ولکن زنده ماند تا زمانی که چی شد؟ مرد کلان شد. قال هذا بمنزله الميت هو مع ابويه. این میگه مثل یک مرده هست و او به امر پدر مادرش، حکم مادر پدرش است. قلت فان كان مشركين ثم اسلم بعد ما صار رجلا قال هو معهما. میگه اگر امی مشرکان بعد از این مسلمان شود، مسلمان وقت شود که این طفل کلان شده است، یعنی بالغ شده است، همین کار کور گفت او هم امرش است، او حکم امور میگیره. در مورد مسیر اطفال مشرکین هم در آخرت سلف اختلاف کرده هستند. در حدیث آمده است، در روایت آمده است یا ضعیف یا صحیح به این که اونا امر پدرانشان هستند و اونا در جهنم هستند. و حدیث آمده است که الله متعال به او میفهمند، توقف از بی. قول صحیحی که در این مورد هست کسانی که از سلف گفته هستند که اونا در امر پدرانشان هستند در جهنم هستند و کسان دیگه از سلف هستند که مثلا توقف کرده هستند که الله متعال میداند. ما به این میگیم که الله متعال کسی را که سعید خلق کرده باشه و او سعید است، اهل جنت است. حکم اطفال مشرکین در آخرت الله متعال میفهمه به هر چی که اونا عمل میکنن. مثل حکم طفل که خضر قتلش کرده او کافر خلق کرده او در جهنم است، لا شک فی، کسی به منکر است و کافر است. ولیکن حکم کسی که بر ما سعید بودن شقی بودنش معلوم نیست در آخرت، او را میمونه که مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله گفت الله اعلم بما كانوا عاملین، الله متعال میفهمه به چیزی که اونا عمل میکردن. در روایتی که از بقیه بن ولید آمده است از عایشه رضی الله عنها که عایشه عنها میگه تقول سألت النبي صلی الله علیه و سلم عن ضرر المؤمنین، از اولاد المؤمنین پرسان کرد فقال هم من مع آبائهم، گفت که او امر پدرانشان است. فقلت بلا عمل، قال الله عالم بما كانوا عاملین، بدون عمل یا رسول الله، یعنی هیچ عمل نکردن ضرر المؤمنین، چطور امر پدرانشان است؟ گفت الله متعال میفهمه با چیزی که اونها عمل میکنن. و سألت عن ضرر المشرکین، میگه از اولاد مشرکین پرسان کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال هم مع آبائهم، اونها هم امر پدرانشان است. قلت بلا عمل، یعنی بدون عمل، قال الله عالم بما كانوا عاملین.
اگرچه که بقیه بن ولید در روایتی که ذکر کردیم ضعیف است، با وجود روایت دیگر هست که قویش کنه به این که اطفال مشرکین در آخرت هم پدرانشان است. ولیکن در حدیث دیگر آمده است که توقف است و که الله متعال الله عالم بما کان عاملین. چیزی که بخاری روایت کرده است از ابن عباس رضی الله عنه و صحیح است از نبی صلی الله علیه و سلم انه سئل عن اولاد المشرکین، از اولاد مشرکین وقتی که سوال کرد که مثلا حالتشان چه رقم است، مسیرشان در آخرت چه رقم است، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قف الله أعلم إذا خلقهم بما كانوا عاملين. الله متعال میفهمد وقتی که خلقشان کرد با چه چیزی اونها عمل میکردن، با کفر یا با اسلام. و حدیثی که در مسند احمد آمده است و صدق میکنه حدیث بقیه بن ولید که ذکر کردیم گفتیم ضعیف است. این است که حدثنا ابن ابي عدي عن داود بن ابي هند عن شعبي عن علقمه عن سلمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت انا واخي الى الرسول صلى الله عليه وسلم، که میگه ما رفتیم ما و برادرم پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال گفتیم قلنا یا رسول الله، رسول الله گفت یا رسول الله ان امنا که مادر ما ملائکه كانت تصل الرحم، که مادر ما ملائکه تصل رحم داشت و تقري الضيف، مهمان احترام میکرد و تفعل و این کار نمیکرد هلكت في الجاهليه، در جاهلیت رفت یعنی بدون از اینکه اسلام بیاد. فهل ذلك نافعها شيء، میگه آیا این کارهای خیر که کرده است کدام نفع برش میرسانه؟ رسول الله صلی الله علیه و گفت قال لا هرگز. باز میگه گفتیم قلنا فانها كانت وادت اختا لنا في الجاهلیه، میگه یا خواهر ما را قتل کرد در جاهلیت. در جاهلیت مثل که معروف است که کسان وقتی خانهشون دختر میشد قتلش میکردن. فهل ذلك نافعها شيئا، میگه یا امی خواهر ما چطور یعنی چطور که نفع برش میرسانه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. میگه امو قتل شده، طفل قتل شده و کسی که قتل کرده هر در جهنم است، الا ای که کسی که قتل کرده اسلام درک کنه و مسلمان شوه و الله متعال از عفو بکند. بناء مادر دختر در جهنم است. و حدیث دیگر در سنن ابی داود آمده است و حدیث صحیح است که میگه حدثنا ابراهیم بن موسی الرازی حدثنا ابن ابي زائده قال حدثني ابي عن عامر قال رسول الله عليه وسلم الوائده والموؤوده في النار، که رسول الله صلی الله علیه و گفت که قتل شده و کسی که قتل کرده طفل قتل شده یعنی در جهنم است. و بعد حالا اگر ما جمع کنیم بین حدیثی که رسول الله گفته در جهنم است و حدیثی گفته است که الله عالم بما كانوا عاملین، که الله میدونه با چیزی که عمل میکنند، به این است که والله تعالی عالم کسانی که نبی صلی الله علیه و سلم شهادت به این داده هستند که اونا در جهنم است، اونها در جهنم هستند، و کسانی که بر ما علمش رسیده است که رسول الله گفته در جنت هستند. همون کسانی که از اطفال مشرکین میمیرند رسول الله گفته الله عالم بما كانوا عاملین، و اغلب قول صحابه و سلف این بوده که الله عالم بما كانوا عاملین به میگرفتند، الله متعال میدونه به هر چی که اونا عمل میکردن. همون کسانی که نبی صلی الله علیه و سلم گفته در جهنم است، بله در جهنم است. و در لفظ دیگر که از طاووس از مجاهد از ابی هریره رضی الله عنه که نبی صلی الله علیه و سلم به پیش اطفال مشرکین یاد کرده، فقال رجل اين هم یا رسول الله، اونا در کجا هستند؟ قال رسول الله گفت قال الله عالم بما كانوا عاملین، الله متعال میداند به آنچه که اونا عمل میکردند. و حدیث دیگر از نبی صلی الله علیه و سلم از عایشه رضی الله عنها گفت که دعا نبی صلی الله علیه و سلم الى جنازه صبی یصلی علیه، رسول الله صلی الله علیه و به جنازه خواندن که بالای از امو طفل نماز بخواند و الطفل از انصار بود یعنی از مسلمین، حکم اسلام بود ظاهرا. فقلت یا رسول الله، به رسول الله گفتم توبا له عصفور من عصافیر الجنه، چه خوشا به حالش یک پرنده از پرنده های جنت است، ولم يعمل سوء ولم يضر به، هیچ عمل بد نکرده است و نمیفهمه چون طفل است چیز نمیفهمه. فقال رسول الله گفت او غیر ذلك عائشه، یا غیر از این بر بگم عائشه، یا غیر از که تو گفتی عائشه رضی الله تعالی عنها. میگه که رسول الله ان الله تعالی خلق للجنه اهلا، الله متعال در جنت اهل خلق کرده است و خلقهم لها، و او اهل به همین جنت خلق کرده است، یعنی همون انسانایی که به جنت خلق کرده است جنت به اونها خلق کرده است. و هم فی اصلاب آبائهم، یعنی خلقشان کرده و او در پشت پدرانشان است، یعنی خلاص همه چیز خلاص شدگی است. و خلق للنار اهلا، و برای جهنم هم اهل خلق کرده است، و خلقهم لها، و امو اهل برای جهنم خلق کرده است، یعنی خاص بخور در جهنم. و هم فی اصلاب آبائهم، و او در پشت پدرانشان است. و این دلیل دیگر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم اتکال میکنه به این که الله متعال میدونه به چیزی که عمل میکرد. ولا شک که اطفال مسلمین در جنت است و این قول جمهور اهل علم است، ولکن بغیر از معین ساختن. و قول الله متعال هم است که الله متعال ذریه مؤمنین به جنت امرشان یک جای میکنه. اما معنی از این قولی که از اونها حساب کتاب نیست و هیچ اصلا عذاب نمیشه، کسانی که در اسلام الله متعال خلقشان کرده به اسلام میرود همین رقم. و ما هم میگم میزنیم که اطفال مؤمنین که الله متعال مؤمنین خلقشان کرده است و مؤمنین از دنیا رفته هستند، اونا به جنت هستند بدون لا حساب ولا کتاب. و اخیرا میمونه مسئله امتحان.
کسان هستند که امروز به این قول هستند و به این عقیده باور هستند که اولاد مشرکین یا کسانی که بر اقامه حجت نشده هست اونا به روز آخرت امتحان میشه و اینا به این هستند گویایی که الله متعال نمیدانسته و الله متعال نمیدانسته که اینا عمل اهل خیر میکنن، عمل اهل جهنم میکنن. به این سبب الله متعال روز قیامت از اونا چی میگیره؟ امتحان میگیره و اقامه حجت بالاشان میکنه. گویایی که الیاذ بالله تا الله بدانه که واقعا اینا اهل کفر هستند و اینا اهل اسلام بوده هستند. یعنی الله متعال از قبل نمیدانه که فلان کسی که امتحان میگیره و کافر است یا مسلمان، الیاذ بالله، و کسی که به این عقیده است کافر و زندیق است و خارج از ملت اسلام. ولی کرام، اولا که احادیث امتحان و آثاری که در مورد امتحان آمده هست هیچ یکیش به رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشد. و ثانیا تمام آثار وارده ضعیف است و هیچ کدامش صحیح نیست الا یک اثر که از ابی هریره رضی الله عنه روایت شده هست و هم حکم مرفوع است. و همچنان در یکی از آثار امتحان و این سر نخوریم در آثاری که در مسئله امتحان آمده است، نه در صحیح نه در ضعیفش، که دو ذکر اطفال مشرکین هم باشه. گویا که از اطفال مشرکین هم روز قیامت الله متعال امتحان میگیره. و آنچه که ابو هریره رضی الله عنه نقل میکند به این معنی نیست که اهل قدر دین آزریه مدعی و معتقد هستند گویا الله متعال امتحان میکند به این که نمیداند اینها آیا امر الله متعال قبول میکردند یا خیر، جهنمی هستند یا دوزخی، یعنی به جهنم خلق شده است یا جنت خلق شده است، نمیداند الله متعال. به این سبب امتحان میکنه، بالشان اقامه حجت میکنه. بل الله متعال شقی بودن و سعید بودن، جهانی بودن و جنتی بودن همش در شکم مادر و قبل از او در ام الکتاب نوشته کرده است. این ضرورت به امتحان هم نیست. پس امتحان برای چی هست؟ چرا امتحان است؟ الله متعال رسول الله فرستاده است و کتب را نازل کرده است به این که عهدی که از ما گرفته است از پشت آدم تا برای ما یادآور شوند تا نشه روز قیامت ما بگیم که یا رب ما از غافل بودیم، مثل که الله متعال در آیت گفته است که ان تقولوا یوم القیامه انا كنا عن هذا غافلین. بنابراین الله متعال این حجت را قایم کرد. چرا در حدیث آمده است که الله متعال عذر خوش نداره کسی باش عذر بکنه و همچنین در قرآن آمده است که الله متعال خوش نداره کسی باش عذر کنه. از او خاطر رسول فرستاد مبشرین، مجرد دهندگان و منذرین، ترسانندگان برای خلق خود تا نشه روز قیامت بگی یا ربی ما از یادم رفته بود، یا ربی من نفهمیدم، یا ربی یا ربی یا ربی عذر بیار. از او خاطر الله متعال این رسول فرستاد و عینا روز قیامت با او کسانی 4 صنفه که 2 صنف از فقط امتحان میشه که موضوع بحث ما اینجا نیست. کسانی که الله متعال امتحان میگیره اگر بگویم به امتحان، اونا فقط بیان کردن از این است که الله متعال وار میفهمه که فلان جنتی است فلان دوزخی، این به جنت میره این به دوزخ، ولکن این برشان میگه که ما شما را چرا به دوزخ بردم یا چرا شما را به دوزخ؟ به خاطر که ما شما را وقتی که گفتم برین به دوزخ به آتش که ما بر شما ماندم داخل شوی نشده، شما مرا تکذیب کردین. وقتی شما مرا تکذیب میکردین این دلیل بر شما هست که شما مرا قبول نکردین، نمیکردین، یعنی خودتان بچه‌ش میخواد دیدین. و همچنین روز قیامت کسانی که میگه که یا ربی من نکردی بیکاره، الله متعال آیا خبر نداره که کار نکرده است یا گناه نکرده است؟ طبعا که خبر داره است. پس الله متعال دست و پای و زبان و دهن و همیشه چی میکنه؟ به نطق میاره که خودش گپ میزنه. انسان باش میگه که با جلود خود میگه چرا با ما شهادت میده؟ الله متعال میگه ما را به گپ زدن آورده است. پس آیا الله متعال نمیدونه که مثلا این گناه ها را کرده است بنده؟ بله کرده است، ولیکن بنده انکار که میکنه الله متعال برش میگه که آیا نکرده استی؟ آیا کسی گفته میتونه که مثلا این امتحان است یا مثلا اقامه حجت از برش که تو کردی یا نکردی؟ کلا چنین نیست. همچنین اون کسانی که انکار میکنه که عربی ما نمیفهمیده یا برای ما مثلا مکر بوده و مکور بوده ما چیز نمیفهمیدم ما تو اسلام رو قبول میکردم، الله متعال میگه تو اگر الله متعال کسی که جنتی خلق کرده است، الله متعال جنتی خلق کرده است ولا شک فی، ولکن کسی که دوزخی خلق کرده است برش میگه که بیا حال تو امر ما قبول بگو که بردمون گفت میگه تو نمیکنی وقت نمیکنی، اگر وقت که تو راست میگی برو به آتش داخل شو، الله متعال میفهمه که به آتش داخل نمیشه. و عیناً همینطور حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که جز بیان حالت کسانی که امتحان گرفته میشود این است که الله متعال کفرشان و کذبشان برایشان ثابت میکند، یعنی ثابت کردن کفر از اونها هست. و اگر الله متعال کسان را عذاب بکنه به علم خود، الله متعال ظالم نیست و هم میره به علم خود به چیزی که الله متعال خلقش کرده و علم که میداند عذابش کنه. رسول الله صلی الله علیه و آله گفته است که ان الله لو عذب اهل السماوات و اهل ارضه لعذبهم وهو غیر ظالم لهم، که الله متعال اگر عذاب کنه اهل آسمان ها را و اهل زمین و غیر ظالم است، ولو رحمهم كان الرحمه خيرا لهم من اعمالهم، اگر رحم کنه رحمت الله متعال بهتر از اعمال خیر کرده بالایشان است. ولو ان لك مثل احد ذهب نفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. خلاصه موضوع حلقه درس ما به این است که رسول الله صلی الله علیه و آله گفته است اگر به اندازه کوه احد هم
تو نفقه کنی و ایمان به قدر نبیاری، الله هرگز از تو قبول نمیکنه. پس این قدر الله متعال است. و کسی که امتحان گرفته میشه الله متعال سعادت و شقاوت بودش نوشته کرده در شکم مادرش و نوشته کرده در الکتاب قبل شکم مادرش. پس امتحان برای چی است؟ فقط برای بیان کردن حالتش، مثل که اهل معصیت بیان میکنه گناهایشان. و اخیرا ایها المسلمین، الله متعال قبل اینکه خلق کنه قلم را خلق کرده است و قلم نوشته کرده است هر آن چیزی که شدنی است روز قیامت، و نوشته کرده است خلق آدم علیه السلام قسم بیان کردیم، و خروجش از جنت را، و نوشته کرده است کفر ابلیس را و کفر فرعون قبل از اینکه الله متعال را خلق کند. و ما در همو قدر که الله متعال با ما نوشته کرده روان هستیم. مثل که ابن عباس در روایت از ابن عباس است که حتی ماندن دستت بر روی کومه قدر الله متعال است. ما با اون مسیر روان هستیم که الله متعال برای ما نوشته کرده است. و نمیگیم قولی که قدری ها میگوید و نه جبری ها، بل ایمان به خیر و شر قدر داره و به این که الله متعال میداند اسلام و کفر هر یکی ما را و هر اعمال ما را و همه را خلق نوشته کرده است. به این که اعمال ما به کجا ختم میشه، به چی ختم میشه، و جنتی بودن و جهنمی بودن ما را. وقتی که صحابه چنین چیز از نبی صلی الله علیه و پرسان کردند، وقتی که همه چیز الله متعال نوشته کرده است به خاطر چی عمل کنیم، چرا عمل کنیم، نبی صلی الله علیه و برشان جواب داد و همین جواب ما است و همین دین ما هست که عمل کنید به خاطر هر عمل به اهلش خلق شده است و به اهلش میسر شده است، آسان شده است. عمل اهل جنت به اهل جنت میسر شده است عمل میکنه و عمل اهل دوزخ به اهل دوزخ. پس ما را الله متعال مکلف به این ساخته است و امر کرده، ما با ما امر میریم و هی هم به قدر الله متعال است. و ان شاء الله که مسئله واضح شده باشد برای همین کسانی که در این مسئله در اشتباه و در حیرت افتیده بود در مسئله فطرت و از آزری ها میگفتن که در فطرت رفته است، در فطرت مرده است، گویا که در اسلام مرده است. نه، چنین چیزی نیست. کسانی که در فطرت میآید، مسلمان و کافر در فطرت میآید، هر دویش در فطرت میآید. و این به معنی نیست که مسلمان باشد. بس کسانی به فطرت میآید، اطفال اونا حکم پدرانشان نمیگیرد. فطرت هیچ کدام ارتباط به این گپ ندارد و مسلمان هم حکم پدرش میگیرد. و سعید بودن و شقی بودن در شکم مادر نوشته شده است و قبلش در الکتاب نوشته شده است. پس کسی که سعید باشه ضرر نمیرسانه مادر پدرش به او و نه کفر کافر، و کسی که کافر باشه کسی به او نفع رسانده نمیتونه و نه کسی رو هدایت داده میتونه و نه به او نفع میرسانه پدر مادر مسلمانش. و این خلاصه تمام حلقه درس ما بود. ان شاء الله که الله متعال اجرش برای ما و برای هر کسی که ایرا نشر میکنه برش برسانه و الله متعال از ما قبول کنه و خالص ایوجه الله سبحانه و تعالی بگردانه. و صلی الله وسلم نبینا محمد و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.